هر وقتی که باقی خونه اوی جونکم بیام یگپای در یادم میزنه که در گذشته ها نصیحتم میکردد. میگم خداوند در پیش مردم در پیش زنم به مانند خاراکتر خودش یک مرد یا که زن ببره. این یعنی چی؟ مرد است که برای چند لحظه پیش زن میاد یا زن است که برای چند لحظه پیش مرد میآید. لیکن میدانید چپنگی انا همین دنیای گرد در چیه؟ صد افسوس که زنی که به صد مهر و محبت زنی خانه قبل میآید پیش یک مردی که چند لحظه اینا پیشش آمده است. وقتی که از او دری بزب یک اشیبکای بزب میبینه قصدی مرد میره و از دیگر مرد میگیره. میگم پروردگار هر یک انسان بر روز و ساعتش چهره اساسیش نشان ماندادی، ولی ای کاش ای روزی اول نشان میدادی. اسب به خدا میگم زیبش جو خوردنه، هزار جو بخره همون قدر خدمتت میکنه. خدای نکرده یک سری انا همون آدم تو بخره که خری آقلش جو بده. خرچی داند خوردن قند و نباد میگن، اما یک خسی قاق بسه برای خر. میدونین چی گپ سری نه اسب میره و نه خر میره، گپ سری انا همون دوستا و رفیقای گیشنه میره و که میای سری و پری را نشانشون میتی. اگر 2 روز نیاوی نتیشون به خدا دشمنی جانی میشه. این سیرا و پرویی که در زندگی ما و شما میآیند سیر کی هستن، اگر گیشنشون هم که بمونی طاقت میکنن. میگم استغفر الله نزاتن کثیف. خداوند رحمی هر یک ما و شما را بخره که انا همین خیل یک گیشنه ها در زندگیمون نیاید.